راسي طول ورته سجده سو او یقین په پاک سبحان کو خپل خاور زکا بدا من د پلار نکای دی ردا راسي طول ورته سجده سو او یقین په پاک سبحان کو ول راشي افغانانو سی آباد افغانستان کو یو موټی یو قوت سو خپل خاور د خپل ځان کړو ول راشي افغانانو سی آباد افغانستان کو یو موټی یو قوت سو خپل خاور د خپل ځان کو یو موټی یو قوت سو خپل خاور د خپل ځان کو بسم الله الرحمن الرحیم لا اله الا الله وحده لا شریک له له الملك وله الحمد یحیی و یمیت و هو علی کل شیء قدیر. اولا سلام و احترامات قلبی خود را خدمت خواهرها و برادرای عزیز خود در داخل افغانستان، در اروپا و در امریکا و کانادا و در باقی مناطق جهان تقدیم میکنم. امید از جور صحتمند خوش و آرام باشین. جای خوشبختی است که ما تانستیم که به خدمت وطن بریم و باز کارهای رو انجام بدیم به خواست خداوند جل جلاله و ما ویدیو کلیپایش آوردیم که او را ما به خدمتتان پیشکش میکنیم. معذرت میخواهیم از اینکه دیروز ما وقت مکفی نداشتیم که تلفن هایتان هم میگرفتیم، صحبت هایتان هم میشنیدیم و نظریاتتان هم میگرفتیم. بر صورت امروز خطاب صاحب زمینه رو با ما مساعد کرده که وقت زیاد داشته باشیم که من از خطاب صاحب تشکر میکنم. بالخصوص ما از دوست و عزیز گرامیم وقتی که دیرنجرگه را ما شروع کردیم، دکتر صاحب هیواد اولین شخص بود که از افغانستان تلفن کردن. دیروز وقت مناسب نبود و وقت نداشتیم ما که اونا صحبت کنن. ما از دکتر صاحب هیواد، والی صاحب غور تمنا دارم که انشاءالله تلفن کنن اگر خانه هستن، ما نظریاتشون میشنویم و ما دائم ممنونشان هستم که و هیچ وقت رو ما فراموش نمی کنم که دکتر صاحب هیواد در حق ما مهربانی کرده، یعنی اولین شخص. و از اروپا یعنی از کانادا و در داخل امریکا دکتر صاحب کوچای اولین شخصی بود که مهربانی کردن و از لطفشان ما را برخوردار ساختن. یعنی چیزایی که قدامت تاریخی داره، یعنی به این معنا که خاطره خوب داره، دائم ما او را فکر خود مگذاریم و دائم از او ما قدردانی میکنیم و باقی و سایر بزرگا. ما میخواهیم که از تمام خوارا و برادرایی که در قسمت تجلیل دیرنجرگی لندن کمک کردن، از اونا ما بسیار زیاد تشکر کنم. از فردشان، چرا امی همکاری و پشت کار از این برادرها و خوارا بودن که ما تانستیم به این سرحد برسیم، یعنی 3 سال در راه خدمت به وطن ما به اصطلاح مبارزه خود دوام بدیم. خصوصا از خوار عزیز ما ماری جان شهرزاد
و سایر برادرها که ما اسمشان ذکر کردیم و قاضی صاحب، یعنی قاضی صاحب واقعا آدم فعال هستند، کمکایشان ما فراموش نمی کنم و گرچه که سایر بزرگایی که در لندن ما را کمک کردن و در قسمت دایر کردن دیولت جرگه کمک کردن، از اونها تشکر میکنیم و تشکر کردیم. خب همین قابل ذکر بود که ما مصاحبه در تلویزیون های افغانستان داشتم، اسم همی دو شخصی که پیش ما مهم هستند و سایر برادرها هم بسیار زیاد مهم هستند، اسمایشون فراموش شده بود، ما برای از اونها اسمایشون ذکر کنم. و در این حال یکی از برادرای ما در لندن پسرشان افگار شده و در شفاخانه رفته، ما با اصطلاح دعا میکنیم که بخیر پسرشان شفای بخیر پیدا کنن و ما از اول پرسانی میکنیم از فامیل محترمشان و دایم اونا دوست ما بوده و هست و خواهیم بود. من بخواستم که دیروز خبر شدم، من وقت پیدا نشد تلفن کنم، من خواستم از طریق تلویزیون ایره به سمشان برسانم. موضوعاتی که باید با طور فشرده ذکر کنیم، موضوع جرگه دیورند، جرگه هلند و جرگه جرمنی که دوستا تدارک دیده بودن، خصوصا شریفی صاحب در هلند مهربانی کردن و جرگه واشنگتن، باز هم جرگه واشنگتن که برادر عزیز ما هاشم عباسی کتمان مهربانی کرده بودن و رؤسای دیورند جرگه ما در او ولایت ها. ما خواستم که ما ذکر کنیم، از اونها ما تشکری کنیم. با طور خلاصه ما یک ریویوی یک مثلا فعالیت های 2012 دیورند جرگه را ما میخواهیم که با طور فشرده ذکر کنیم در خدمتتان که خداوند ما را قادر ساخت که خدمات برای وطن خود انجام بدیم، برای وطندارای خود. در 2012 در جمله فعالیت‌های سیاسی تدارک دیورند جرگه واشنگتن، تدارک دیورند جرگه دیگه واشنگتن بود و در قسمت لابینگ با کانگرس امریکا و با سنای امریکا، با هاوس رپرزنتیتیو امریکا ما بسیار زیاد فعال شدیم. صدای مردم افغانستان و چیزایی که برای مردم افغانستان مهم بود ایره به گوش تماما سیاسیون امریکا رساندیم و در قسمت لابینگ کمیسیونایی را ما تیار کردیم فعلا در واشنگتن، انشاءالله که اونا هم برای علاوه خودم اونا هم در فعالیت‌های خود شروع میکنند. امسال بخیر از خوارا گرفته و برادرها ما تنها در 2012 متوجه زی بودیم که ما به صلاح صدای مردم افغانستان و بی‌عدالتی که در مقابل مردم افغانستان از 1893 به این طرف شده و ما می بی‌عدالتی را به گوش مردم دنیا برسانیم و ما دیگه قادر به این نیستیم که در مقابل مردم افغانستان بی‌عدالتی شود. هنوز هم تروریست ها از پاکستان میه، از شبکه آیسای جاسوسی آیسای میه در داخل خود افغانستان و افغان ما کشته میشه. وطن ما، در پل ما، مسجد ما، فابریکه ما، سرک ما در بم میپره. ما مظاهراتی که در مقابل مرکز عمومی ناتو کردیم، ما امیر از ناتو سوال کردیم که شما در حدود 555 بیلیون امریکا در جنگ افغانستان مصرف کرد و این ما به گوش دولت امریکا هم رساندیم و مو به اصطلاح نوتایی که ما روان کردیم ما گفتیم که 555 بیلیون شما مصرف کردین در جنگ در مقابل آیسای و در این حال دولت پنجابی آیسای هم هر سال شما 12 یا 11 یا 6 میلیون 5 میلیون شما دادین و در این حال 2 بیلیون سالی برشون اسلحه دادین و 4-5 میلیون دلار نقد در جیب جنرالای پاکستان ریختین. این چه قسم سیاست؟ از یک طرف شما میگین که ما در مقابل تروریسم مبارزه میکنیم، مرکز تروریسم
آیسای پاکستان است. شما از نظر مالی پاکستان تقویه میکنین و مردم افغانستان که در خاک خون میغلطه. این بی‌عدالتی است که در مقابل مردم افغانستان انجام میشه توسط ممالک ناتو که پیمان ناتو است. این در مقابل مظاهره که ما دایر کردیم، این ما گفتیم در مقابل مرکز عمومی ناتو و خصوصا این ما خودم صدها بار در لاسپیکر این ما تکرار کردم. ما فکر میکنم که می مظاهره ناتو تاثیر بسیار در مقابل مرکز عمومی ناتو تاثیر بسیار مثبت داشت. کمر پاکستان شکستان و امی به اصطلاح جرأت بسیار زیاده برای برادرای بلوچ ما کونا جز جسم ماست به اصطلاح برادرای بلوچ و ما مردم افغانستان. وقتی که من در کابل بودم ما بر تمام برادرای افغان ما گفتیم که برادرای بلوچ دائم جسم ما است و ما به هر صورت که شود باید ما برادرای بلوچ خود کمک کنیم کونا هم در مبارزه خود موفق شوند، چرا تفاوت نیست بین افغانستان و بین افغان و بلوچ. کل ما یک هدف داریم و سالها و سالها ما یک جای زندگی کردیم و خصوصا که سران بلوچ داخل کابل و در امریکا و در لندن و در ساحل سویسرلند اینا ما با اونا صحبت کردیم و فعالیت های اونا هم منسجمتر میشه در مقابل بی‌عدالتی آیسای. خلاصه پس میریم امی کارهایی که ما کردیم در سال 2012 چرا آخر سال است امیر به شما پیشکش کنیم و رفتن ما در داخل خود افغانستان بود. وقتی که ما میخوایم یک به طور خلاصه رفتن خود در افغانستان با توجهتان پیشکش کنم به اصطلاح چرا دیروز ما نتونستیم که صحیح همین موضوعات ما تشریح کنیم با شما. و وقتی که ما در میدان هوایی کابل رسیدیم و پیش از پیش موضوعات بر ما واضح بود، چرا ما دائم ارتباطات افغانی داریم، ارتباطات قومی داریم و از هر گوشه و کنار افغانستان که ما مردم ارتباط دارن. وقتی که ما در میدان هوایی کابل آمدیم و در اونجا رسیدیم به اصطلاح دوست عزیز ما و بزرگوار ما صادق صاحب آمده بود که سایر برادرها در میدان هوایی کابل وقتی که ما رسیدیم از هر منطقه افغانستان برادرای ما که به اصطلاح پیرانتوبان و کیش و در زیر کیششان اسلحه بود و به انتظار ما به اصطلاح آمدن و اونا ما را گفتن که آقای متین شما مثل شیرواری از میدان هوایی کابل برایین، از راه معمولی شما برای هیچ تشویش نکنین و این برادرای ما باشه که از اون مناطق که من نامش براتون بگیرم که مناطقی که آمده بودن برادرای ما از ارزگان، از قندهار، جلال آباد، از سروبی، از خود شهر کابل در هر طرف در گوشه و کنار آمده بودن به بدرقی ما که ما از فرد شما ما تشکر میکنم، ما شکرگزار هستم. ما از این بسیار خوش هستم و شکرگزار هستم که ما شما رو ندیده بودم، شما آمدین به اصطلاح به اول پرسی ما، چون شما واقعا افغانای ملی هستین و فکر و درکتان موضوعات ملی افغانستان است. از این که ما را خداوند قادر ساخته که به این دایه ملی ما کمی خدمت کنیم و شما این را حس کردین و شما آمدین یک شجاعانه به اصطلاح از این دایه شما دفاع کردین. برای اولین دفعه که ما بعد 3 سال بعد افغانستان رفتیم، از این من نمیفهم که ما چطور از این برادرها ما تشکر کنم و رویشان به اندازه قوی بود که شما هیچ فکر نکنین. به این ترتیب ما خوارا برادرای خود از امریکا و
کانادا و اروپا، ما اونا رو میگم که شما دایم برید داخل خود افغانستان، شما در موضوعات ملی سم بگیرین، همینطور که ما رفتیم و این نگذارین که آیسای پاکستان سه فعالیت داره. یکی فعالیت های لوجستیکی است، دیگه فعالیت های تدارکاتی است. لوجستیکی آیسای نفرهای خود روان میکنه، در منطقه را پیدا میکنه که در کجا اینا نفرهاش جاگزین شود. لوجستیکی یا چطور همو شبکه خود تاسیس کنن، چطور ارتباطات بین یکی دیگه ایجاد کنن که همو وسایلی که کار دارن در قسمت تخریب خاک افغانستان، در قسمت کشتن اشخاص ملی افغانستان، که انشاءالله مردم افغانستان به این متوجه شده و خصوصا ما کوشش میکنیم که مبارزه شروع کنیم در قسمت از بین بردن مراکز آیسای در داخل خود کابل و در ولایت ها. بر صورت ما در خود مهم که در داخل خود کابل که ما کت برادرها هم در صحبت هستیم در داخل خود افغانستان، در خارج، که ما می مراکزی که کم که نفرای وطن فروشی که به خدمت آیسای است او را ما به اصطلاح در مقابلشان مبارزه کنیم. مبارزه ما را ما گفتن نمیتونیم. و دیگه فعالیت سوم آیسای جنگ روانی است و در قسمت جنگ روانی آیسای بسیار فعال است. مثلا تبلیغات را که انداخته بودن که در افغانستان خطر است و آیسای رول داره و آیسای است. باور کنین که وزارت داخلی افغانستان ما تقریبا زیادتر کسایی که در اونجا کار میکنه کلشان هم میشناسم، رفیقا و دوستایم است، عزیزایم هستن یا بی اندازه متوجه از این نوکرای پاکستان است. ما براتون قصه کنم. ما در هتل که بودم یکی از پاکستانی در اونجا که رئیس PIA بود خواست که شبکه تیاره را به اصطلاح خط تیاری PIA را از قندار به طرف پشاور و یا کراچی وصل کنه یا کجا بود. ما کج گپ زدیم، اما او برادر پشتون ما بود. او گفت که ما در سرک میرم، هر عسکر افغان که مرا میبینه میگه بیایجا مرا پاسپورت مرا میبینه، باز وقتی پاسپورت میبینه از پاکستان و پاسپورت در روی میزنه، میگه که متوجه باشی که ما متوجه هستم. به این اندازه احساسات ملی یک عسکری که 200 روپیه معاش است و او $200 که تنها مصارف ابتداییش تکافو میکنه. شما ببینید که اساکر امی عسکرای پلیسای ملی ما یا اساکر ما کالای مناسب ندارن در خنکی که در افغانستان هستن و همونطور دک میزنن، اما ماشیندار خود گرفتن در هر چارایی. ما 2 بجه شام رفتیم، 3 بجه شام رفتیم از دوستا که آمدیم از پیش تانایش مرا گفتیم که بریم مرا بیا که ببینیم چطور است. اساکر ما کلشان بیچاره یا گشنه یا سیر یا کالا دارن ندارن، اما تانای خود به اصطلاح نظارت میکنن که قابل فخر است به مردم افغانستان. و ای که شما یکی از برادرها را با ما گفتن که من رفتم افغانستان چند روز بودم و پس آمدم. و برادر شما فکر نکنید که دوباره کلگی براتون اونجا بره در افغانستان براتون مدرن بسازه، خط ریل هم بیاره براتون، سرکارم پاک نگاه کنه و آبادیم کنه، با شما تشریف برین. خوی وظیفه کلتان است. همونطور که ما میریم، ما رفتیم، شما هم برین مسئولیت بگیرین. شما از چی میترسین؟ برین داخل افغانستان، برین پرودکت یا چیزی که تولید میشه در افغانستان رو بخرید، مثل اندوهایی که در امریکا و اروپا هستن، میرن چپلکا، دریشیا، کالا، تمام پرودکت ها یا تولیدات اند میگیرن میارن در امریکا و در اروپا میپوشن که مملکتشون پیش بره. ما باید یک رویی رو پیدا کنیم به اصطلاح که بر ضد پاکستان، بر ضد فساد و بر ضد کسای کرپت کسایی که افغانستان به اصطلاح نمیگذارن که افغانستان پیشرفت کنه. اگر شما مبارزه نکنین، خب اینطور ما که میبینم در جای میرم افغانای ما
خدا کنه بی‌تاری باشه کلا کردم گنگس چطور شوا یا نشوا هیچ چیز ما کل در سرنوشت خود ما کنترل داریم، سرنوشت خود می سازیم انشاءالله. و از این خاطر ما امی ریویو 2012 را کردیم، ما میخوایم که 2013 را ما سرش گپ بزنیم. 2013 یک نقطه مهم، تمام برادرها و خواهرها به تلویزیون ها تلفن میکنن که چطور خواهد شد 2014 بعد از 2014 چطور سرنوشت مردم افغانستان چطور خواهد شد، در افغانستان چی واقع خواهد شد. ما ایره میگیم، ما در می هفته می موضوعات ما خودم شخصا ایره سرش فکر کردم و بعدا که دوستا و رفیقای دیران جرگه شما خبر دارین که ما بی اندازه یک تشکیلات ملی مثلا تشکیل دادیم که تمام خواهرها و برادرها با مصرف خودی کارهای ملی را که خدمت به وطن است پیش میبرن. ما گفتیم که پیش از این که 2014 برسه ما میگیم، ما به امریکا میگیم، به ناتو میگیم، به ملل متحد میگیم که سرنوشت افغانستان چی خواهد شد پیش از اینکه 2014 برسه. یعنی ما گفتیم که ما مظاهره میکنیم مقابل مرکز عمومی ناتو، رفتیم امرش هم گرفتیم، گفتیم افغانستان میریم، افغانستان رفتیم، تمام برادرها آماده شدن حال در مقابل مبارزه و بی‌عدالتی که بالای مردم افغانستان شده و در قسمت خط دیورند از طفل گرفته تا سرسفید آماده است که در این قسمت مبارزه کنه. حال ما میگیم که چیزی که ما میگیم همون کار کردیم و همون کار میکنیم. این نیست که ما به اصطلاح خدا نخواسته به اصطلاح گفته امریکا خدا بالا بریم. ما میگیم که 2013 ما از امریکا پرسان میکنیم ما مردای وطن دوست، مردای خواهرها و برادرایی که افغانستان برشان عزیز است، از اونا در واشنگتن، مریلند، نیویورک، نیوجرسی و حوالی استیت ما تقاضا میکنیم، امرش ما میگیریم، امر مظاهره را. در 2013 وقتی که هوا گرم شد ما در مقابل کانگرس اجازه میگیریم، میگیم که حالت سیاسی و نظامی افغانستان بعد 2014 پیش 2014 چی خواهد بود. شما مسئولیت دارین، شما 2001 رفتین در داخل افغانستان، حال در افغانستان هستین، عسکرایتان است، سرنوشت ملت افغانستان از شما را دست گرفتین. ای که در جریان 11 سال چی شد و شرایط سیاسی و نظامی افغانستان به چی سویه هست، کور ما یک راپور و ویدیو کلیپش تیار کردیم که به شما خدا کنه کمی باشه مرا ببخشین، او را مساحات زندگی مردم افغانستان و ویدیو کلیپ گرفتیم، مثلا به شما ما رو پیشکش میکنم. ما دولت امریکا را میگیم که مسئولیت است برای مردم افغانستان باید سیاست واضح کنی. چرا ما نمیخواهیم که ما در وقت جنگ سرد مردم افغانستان 2 میلیون شهید دادیم، 1.5 میلیون معیوب شدیم، دهکده‌های ما از بین رفت. شما جنگ سرد داشتید، شما با هزارها تریلیون دلار در قسمت مسابقات تسلیحاتی اسلحه‌ای به اصطلاح مسابقات اسلحه شما سیف کردین. اروپا، جرمنی آزاد شد، ممالک دیگه آزادی خود از خیرات مردم افغانستان گرفتن. شما باز هم نشوه که مثل ریگن واری از افغانستان گریز کنین. حال آمدین 11 سال در افغانستان بودین، سرنوشت مردم افغانستان تعیین کنین و سرنوشت مردم افغانستان
چی خواهد بود؟ ما در 2013 هر وقت هر هفته هر وقت همونطور که ما رفتیم در قصر سفید گفتیم که کمک مالی به پاکستان استاد شود و فضل و مرحمت خدا در 16 جولای 2011 کمک همون 825 میلیون بود استادش کردیم. ما همین کار خواهد کردیم. ما مسلسل از امریکا تقاضا میکنیم، مسلسل، و ما خوارا برادرای وطن دوست کار داریم که بیاین در این مظاهرات اشتراک کنن. این یک کار عملی است. شما در تلویزیون ها تلفن میکنین و به اصطلاح گریان ناله میکشین که افغانستان چطور میشه و موضوعات ملی افغانستان و در افغانستان چی رژیم است و یا او برادر بیاین به شکل عملی شما بیاین کمک کنین که ما پاکستان که بالای افغانستان راکت میپرند کلگی در تلویزیون ها تلفن میکردن میگفتن که باید یک کار کنیم با 2 سال بعد ما رفتیم اجازه گرفتیم یک کار کردیم. شما بیاین اگر افغانستان براتان مهم است، اگر وطندارایتان براتان مهم است، بیاین که ما براتان اجازه میگیریم در کانگرس بیاین مظاهره کنیم. کلگی از زن گرفته، از اشتک گرفته، از سرسفید گرفته، از جوان گرفته، بیاین یک روز 5000 10,000 نفر در پیشروی کانگرس شما حضور بیارین. شما ببینین که حالت سیاسی افغانستان به چه شکل میشه. شما همی تنها همی مظاهره در مقابل مرکز امین ناتو را شما تاثیرش خبر دارید که من خودم رفتم در افغانستان، پیش در افغانستان مثلا دبی کل مردم خوشی میکردن افغانا که شنیدن این مظاهره را و همو کمر آیسای پاکستان شکستان و خصوصا پاکستان از دایراس افتاده که افغانا از نظر سیاسی، چون افغانا از نظر سیاسی قدر لابینگ یا قدر فعال نبود، ما همین کار را انشاءالله برام اندازیم. بازم ما میگیم 2013 مظاهره گسترده در تمام دنیا در مقابل پاکستان و امریکا، یعنی امریکا به این معنا که ما بر امریکا اطلاع میتیم که رول پاکستان در قسمت افغانستان به 0 برسه. ما چی کار داریم که پاکستان در امور افغانستان مداخله کنه و این پاکستان چیزی که از دست شما تا بالا در مقابل مردم افغانستان کرد و ای که کرزای صاحب خودت در 11 سال برادر مسلمان پاکستان، برادر مسلمان خودت میخوایی که همی برادر پاکستان تا بسیار به اصطلاح با افغانستان مسلط بسازی. این کار غلط است. من مقابل برخلاف همین نظرتان هستم. ما نداریم برادر مسلمان پاکستان، ما که مردم پاکستان مشکلات نداریم. دولت پاکستان و آیسای برادر ما نیست. دولت پاکستان و آیسای دشمن مردم افغانستان است. لطفاً آقای کرزی دیگه شما یاد نکنین که دولت برادر مسلمان پاکستان، چرا دولت پاکستان از احکام اسلام هیچ وقت پیروی نکرده. یگانه هدف پاکستان زیر کنترل آوردن افغانستان عزیز و بی‌عدالتی در بالای مردم افغانستان بوده. در طول تاریخ اگر بگوین از دوران جهاد تا حال و خداوند داود خان ببخشه، داود خان شهیده که در مقابل پاکستان جهاد کرد و خداوند همو برادرایی که دایی را جان خدا از دست دادن با شمول برادر ما در مقابل بی‌عدالتی و مبارزه مقابل پاکستان. ببخشه ما هیچ کار نداریم. پاکستان چی میکنه؟ آقای کرزی
خود پاکستان پرابلم داره. همین اردویش که حال فعال است، چی نشان میده؟ ضعف دولت پاکستان نشان میده. من خودم رفتم در افغانستان، ما کل شرایط داخلی پاکستان ما مطالعه کردیم. شما بیاین خوارا برادران، مظاهره که میکنیم راجع به آیات سیاسی افغانستان، باید ما حال بفهمیم که در افغانستان چی واقع میشه. 2014 سیاست امریکا چیست در افغانستان، سیاست ناتو چیست. ما این مظاهره را تدارک میتیم. اگر خودم تنها هم برم این مظاهره را ما تدارک میتیم. در 2013 موضوع کمیسیون صلح، 11 سال شما کمیسیون صلح را شما به اصطلاح ترتیب کردین. در 11 سال دستاورد چی است؟ دستاورد صفر. چی کردن؟ بعد از مظاهره ناتو کمیسیون صلح با موفقیت ها رسید بر از که دولت پاکستان اعلام کرد که ما با کمیسیون صلح شما همکاری میکنیم و قراره که من دیروز گفتم. شما دیدین که ما جرگه ملی را در افغانستان، ما یک ماه نشده بود در افغانستان رفتیم جرگه ملی را ما دایر میکنیم. ما قادر هستیم که بریم در ایالت افغانستان جرگه ملی را دایر کنیم. بر علاوه که ما جرگه ملی دایر میکنیم، مردم استاد کنیم و کسایی که تروریستایی که در او ولایت ها میایه کلش از بین ببریم. خود مردم، خود شما کجا یعنی از ما کمک خواستین کرزی صاحب؟ و شما در کمیسیون صلح اشخاص را آوردین که یکی به دیگر دشمن هستن و چطور اونا میتونن و امی کارهایی که ما پیشنهادهایی که ما در افغانستان بودیم کردیم، امید است که یک جایی را بگیره. اما باز هم ما تا که از امریکا ما خواهش میکنیم، وظیفه ما از سال تا 2014 است. دیورند جرگه یکی از شاخه‌هایش این خود بود که یک رئیس جمهور ملی را پیدا کنه. ما خود ما به اندازه صفر توقع نداریم چیزی بر خود ما. ما تنها خدمت ما با وطن، با وطندارای ما که افغانستان عزیز ما آرام شود. ما در قسمت انتخاب کردن یک رئیس جمهور ملی ما مبارزه خواهد کردیم. شما دیدین که همین جرگه قومی حسین خیل 1 میلیون یا 1.5 میلیون تنها عضوش است، 1.5 میلیون. و از نظر سیاسی این تنها یک نشانهش است که ما چی میتونیم چی نمیتونیم. باور کنین که ما که در کابل بودم، نماینده طالبایی که دیپلمات ها یا انجینرهای ترکی را گرفته بودن طالبا و همین اشخاصی که اینا را رها کردن پیش ما آمده بودن. که ما یعنی ما داریم وطن دوستا یعنی برادرای طالب هم کلشان یعنی طرفدار عزیز که در افغانستان یک امن و امنیت بیایه و افغانستان به طرف ترقی و تعالی بیایه و خصوصا دین مقدس اسلام در تمام ساحات حیاتی مردم افغانستان حکم فرما شد و به طور صحیحش، نه به شکل خرافاتیش و به شکل که یک شخص میخواه چیزی را که رسول الله مبارک به ما نشان داده و چیزی که هدایات قرآن شریف است در افغانستان به وجود بیاید. کل مردم افغانستان طرفدارش است. یعنی ما ایره میگم که اونا ما را نمیشناختن، آمدن کتما ما در هتلی که ما بودیم آمدن کتما ملاقات کردن و امی بسیار یکی از نقاط است که ما را قوت قلب میته. ما همی جرگه عمومی را دایر کردیم که برادر ما حبیب تکی و سایر برادران رئیسای دیورند جرگه در تمام اروپا و افغانستان ما در قسم تدارک جرگه ملی
این تنها جرگه دیورند نیست، جرگه ملی است که ما موضوعات ملی خود جر بحث میکنیم و در این قسمت توجه تمام مردم افغانستان میریم. ما میریم پس میگه در سر کمیسیون صلح که یعنی به این ترتیب که اگر دل کسی بخواهد که در افغانستان خدمت شود بسیار آسان است. یعنی مردم افغانستان آماده است، مردم افغانستان تشنه است، مردم افغانستان شجاعت داره، جرأت داره، بسیار زیاد دلاور هستند. منتها یک رئیس جمهوری که بتونه در آینده، در جمهوری آینده افغانستان کسی باشه که مردم افغانستان راهنمایی کنه به طرف ترقی و تعالی. من ویدیو کلیپ براتون نشان میتونم ببینید که امی lack of leadership چطور در قسمت ساعات ساختمانی و بعض ساعات دیگه شما ببینید عین ما فیلمی که گرفتیم به شما نشان خواهد داد مردم از صحبتایش و شرایط خود افغانستان. اما شما باید سعیم شوین، از امریکا برین در مقابل پاکستان استادگی کنین. هیچ پاکستان هیچ چیزی نیست. او برادرای افغان شما که در اون طرف سرحد هستین، ما همی بزرگا رو میگم، همی بزرگای که در اون طرف هستن، ما این موضوعات میخوایم که صحبت کنیم پسانتر. با یک کمرشال تجارتی میریم، باز ما پس میاییم.